از این آدما دور و برمون زیاده. داره میری باشگاه، این همه میری پول باشگاه میدی که چی بشه؟ تهش باید آمپول بزنی. به نظر من اصلا یه رژیم عادی رعایت کن، همه چی بخورین، همه بریم باشگاه، تهش هیچ نمیشه. اینا همون آدمایین که میخوان اون ذهنیت پوچ و انرژی منفیشون رو تزریق کنن تو مغز تو و تو در جواب چی میخوای بهشون بگی؟ تو این ویدیو انواع اینجور آدما رو برات معرفی کنم و بگم به هر کدومشون چجوری باید جواب بدی که دیگه این دهنشون رو حداقل ببندن یا یه جوری جوابشون رو بدی که اصلاً حرفشون توی زندگی تأثیری نذاره. 3 تا مدل آدم منفی باف داریم مثلا. اولین قشر کسایی هستن که همش غر میزنن. کسایی که غر میزنن، میگن تو نمیتونی، همش انرژی منفی میدن، اینجوری جوابشون رو بده. خب تو که انقدر مطمئنی این چیزا جواب نمیده، پیشنهاد خودت چیه؟ نظرتو میخوام بدونم. این آدما چون هیچ نوع پس زمینه‌ای از کارهایی که تو میخوای بکنی، تلاشایی که تو داری میکنی ندارن و خودشون حتی اصلا این کارا رو انجام ندادن یا اصلا شاید واسه هدفی اونجوری تلاش نکردن، هیچ نظری نمیتونن بهت بدن. اگرم انقدر اعتماد به نفس کاذب و حاضر جواب بودن و گفتن خب تو به جاش میتونی بیای این کارو انجام بدی، اون کارو انجام بدی، پیشنهاد بهت دادن، بهشون میگی خوبه، اینم نظر بدی نیست، حالا به نظر تو هم فکر میکنم، مرسی. در کمال احترام، بدون کوچکترین درگیری لفظی، محکمترین جواب رو بهش دادی، جوری که من کار خودمو میکنم و به هیچ کس هیچ ربطی نداره و زندگی من، تلاش‌های من، همه چیز به خودم مربوطه. حالا تو برای خودت میخوای هر نظری بده، به درد خودت میخوره، به درد من نمیخوره و نظر این آدما هیچ اهمیتی واسط نداره. قشر دوم کسایی هستن که حسودن. به هر چیزی که داری، به هر هدفی که نزدیکش میشی، هر دستاوردی که داری، به همه داشتهات حسودی میکنن. مثلا گوشی جدید خریدی، اون مبارک باشه، چه گوشی خوشگلی خریدی، ولی چرا اینو گرفتی؟ اون سامسونگ جدیده داره میاد، آیفون که آخرین مدلش خیلی بهتر بود، چرا اونو نگرفتی؟ برای این حرف یه جواب شیک داری. آره این مدلم خوبه، ولی خوشحال شدم که اون مدلی که خودم دوست دارم گرفتم، نه اون مدلی که بقیه دوست دارن. و این نکته ای رو بهت بگم، خیلی وقتا شده تو حتی توی جو فامیل، توی جو یه سری آدمایی که باهاشون رو در وایسی داری، ممکنه کسایی باشن که با یک جواب هم اصلا بیخیالت نشن، دائما منفی نگری میکنن، دائما همه چیز رو کوچیک میبینن. اینجور آدما رو اصلا بیا یک جور آینه شو براشون، یعنی همون حرفا رو بهشون برگردون، ولی با خنده، با انرژی مثبت، جوری که اصلا عین خیالت هم نیست این آدم چه حرفی داره میزنه. مثلا من خودم یه جا شده که اومدن گفتن این کارو که داری شروع میکنی تهش ضرره ها، خیلیا رفتن توی این بازار رو ضرر کردن و اینجا من بهشون میگفتم که واقعا خب خیلی باحاله که یه هیجانی هم میاد تو زندگی، بعدش میریم سراغ یه کار دیگه ببینیم اون چی، اون ضرر میده یا نه. عملاً داری با شوخی و خنده حرف مسخره و منفی و چرتش رو رد میکنی و هر حرف منفی بهت میزنن، به جای اینکه عصبی شی، مقابله کنی، مقاومت کنی در برابر کسایی که کلاً کم نمیارن و اصلا ذاتشون این شکلیه، باهاشون شوخی خنده برو جلو. این شکلی که جواب میدی، با شوخی و خنده حرفاشون رو رد میکنی، هم بی احترامی نمی کنی، هم که نشون میدی بابا اصلا حرفت انقدر برای من خنده داری که من ازش یه سناریوی خنده دار واسه خودم ساختم و هیچ جوره دیگه عصبی نمیشی، بلکه حتی اینو زیر خاکی بهت بگم، با این روش حال میکنی، لذت میبری ازش. چرا؟ چون اصلا که بی احترامی نمی کنی، شوخی خنده انگار داری گپ میزنی و اون آدم ناخودآگاه چون میبینه حرفش هیچ اثر منفی رو تو نمیذاره که ادامه بده حرفشو، کش بده اون حرفای منفیشو و تو شوخی خنده داری میزنی این ور اون ور، اون وقت اصلا دیگه چیزی به ذهنش نمیرسه که ادامهش بده و میبینی خیلی وقتا بعد از یک زمان کوتاه این کار رو انجام میدی، بعد هیچ صحبتی نمیمونه که اون آدم به حرفای منفی و حسودی‌های پوچش بخواد ادامه بده. مورد سوم کسایی هستن که تو رو دست کم میگیرن. یه جایی کاری انجام میدی، میگن مگه تو فلانی هستی، مگه تو همچین امکاناتی داری، مگه تو همچین پشتوانه و نمیدونم پارتی داری که میخوای همچین کاری بکنی. و تو هم در جواب بگو میرم جلو، انجام میدم، هرچی هم شد، اگر خوب نشد فدای سرم، دارم لذت میبرم، عشق میکنم که این کارو کردم، عشق میکنم که حسرتش حداقل به دلم نمیمونه. و این جواب جوری به طرف یک ضربه محکم میزنه
که نشون میده تو چقدر آدم محکمی هستی و نمیذاری چیزی تو زندگی تبدیل به حسرت بشه. و این اراده محکم، این شخصیت محکم رو وقتی این آدم میبینه نمیتونه دیگه حرف اضافه‌ای بزنه، نمیتونه دیگه رو تو تأثیر منفی بذاره. و اینم بهت بگم یه جاهایی آدما سکوت میکنن برای اینکه یه سری از این آدما حرفاشون رو بزنن و دیگه حرفی نمونه، نمیخوان بحث بکنن. هیچ بحثی وجود نداره، تو میتونی سکوت بکنی. ولی اگر بیش از اندازه آدم ها خواستن اون انرژی منفیشون رو به تو منتقل بکنن، تو باید حواست به خودت باشه. باید آدمی باشی که از خودت، از انرژیت حفاظت کنی. قرار نیست بجنگی با آدما، قرار نیست انرژیت رو هدر بدی به خاطر این آدما. قرار یه جوری رفتار کنی که نشون بدی آدم انعطاف پذیر هستی و هیچ چیزی روی اراده و شخصیت و ذهنیت قوی تو هیچ اثری نداره. و این جواب دادن ها به خاطر دشمنی کردن نیست. انرژی هدر نمیدی، داری اون شخصیت قویه رو میسازی که هیچ کس نمیتونه اصلا رو تو اثر منفی بذاره. و اینم بدون هیچ کسی حق نداره تو رو زیر سوال ببره، اهداف تو رو کوچیک بدونه یا اینکه تو رو بخواد در سطح خودش بیاره پایین. پس درباره آدمایی که مجبوری باهاشون تا حدودی در ارتباط باشی، حالا آشنایی نزدیک، فامیل، بالاخره یه رفت آمدی هست، نمیتونی حذفشون کنی، در برابر این آدما باید حواست به انرژی درونیت، به شخصیتت و اهدافت باشه. با هر کسی هر چیزی رو در میون نذار و اگر کسی خواست چیزی رو بهت تلقین بکنه، انرژی منفی بهت بده، با این روش ها ردش کن تا اون انرژی مثبتی که داری، اون تواناییایی که داری، هیچ وقت سطحشون پایین نیاد. دلم میخواد نظرتو بدونم راجع به این روش‌ها و اینکه اصلا از این روش‌ها تا حالا استفاده کردی توی ارتباطاتی که داشتی با اینجور آدما، و اگرم فکر کردی توی موقعیتی ممکنه قرار بگیری که متفاوت از این حالت‌هایی بود که بهت گفتم و نمیدونی حالا چه جوابی بدی یا چجوری رفتار کنی، توی کامنت ها برام بنویس، با هم راجعش صحبت میکنیم. امیدوارم که این ویدیو برات مفید بوده باشه و مرسی از اینکه واسه خودت وقت گذاشتی.